جویبار در آورگاه مسابقات جهانی آلبانی در مقابل دیوید تیلور که به جادوگر در دنیای کشتی معروف است. این کشتیگیر در مقابل دیوید تیلور قرار گرفته. با داور در زیرگیری اقدام میکنه. یک بار دیگه با خیمه سنگین کشتیگیر کشورمون مواجه میشه. داور اصلا سرپا میده. یا زیرگیری کرد اما نمیتونه به دستان پرتوان کامران قاسمپور عبور کنه و به پاهای بیدار دلاور جویباری ما برسه. تا این لحظه هر دو کشتیگیر حساب شده فکرانه کشتی گرفتن. تو یه فرصت فقط کامران یا زیرگیری کرد و موفق شد 2 امتیاز از دیوید تیلور بگیره. بازم در وقت سیستم استراحت فرا میرسه. وقت استراحت فرا میرسه. آقای بیلزادیک در یک طرف و این هم مربیان کشورمون آقای پژمان درستکار و آقای احسان امینی نکات لازم به او میگن و اینجا زانو میزنه روی تشک. نه اینکه بریده باشه، میخواد آب خوردناشو در حال نشسته آب بخوره و به این شکست. و این هم آقای بیلزادیک نکات سرمربی تیم امریکا میاد به وسط تشک، به وسط تشک و وقت دوم و مبارزه دوم کامران قاسمپور دلاور جویباری ما از خطه مازندران از دیار ایران زمین در مقابل دیوید تیلور در ابتدای کار یه زیر خم تبدیل به مچبا ما هم تو برق و باد با مسکری پاشو در میره و این کارو نمیده. در یه حرکت انفجاری پا رو نمیده ولی خوب پا رسید. هر این برگشت او ضد حمله میکنه و باز هم در زیرگیری اقدام میکنه. به این شکل میبینیم که چگونه پاش از دستان این کشتیگیر در میاره. 2 تا 3 تا زیرگیری کرد. این بار دیگه به پا رسید و خاک کرد. او هم یه زیرگیر توانمند هست، یه زیرگیر قهار. حالا میره برای جفن بارانداز. به دوباره بارانداز هست از سمت چپ و راست. کشتی 2 برابر اما دیوید تیلور چون امتیاز آخر رو گرفته برنده است. تا این لحظه اجازه خودش بلند میشه. مربیان امریکا رو مشاهده میکنید و فکران پر دیگه میکنه. یک بار دیگه ماچ پا و میره خاک میکنه و 2 امتیاز دیگه میگیره از کامران قاسمپور. یه جوری کشتی رو از دست کامران در آورد در وقت دوم. یه جوری بعد به یه تاکتیک و تغییر تاکتیک اومد و کشتی رو در آورد در دست کشتی. اینقدر سرعت زیرگیریاش زیاده که میرسه به پای کامران قاسمپور. گارد مستحکم کشتیگیر ما رو باز میکنه، به خوبی دستاش عبور میکنه و به پاهای کامران رسیده. 1 دقیقه و 59 ثانیه. کامران حالا یه مقدار تمرکز فکری میکنه تا اینکه بتونه زیرگیری های ناب ایرانی خودش رو به اجرا بذاره در مقابل این کشتیگیر که تا این لحظه باز هم در تلاش است اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش کامران مهیا کنه. یا زیرگیری یه قوس تو قوس کردن صادر کامران زیرگیری کنه. قوس و کامران میکنه. تو همون لحظه میپره پا رو بگیره که کامران اجازه کارو نداد. فکورانه کار میکنه کامران قاسمپور. با زودتر دیگه کارو شروع کنه. نباید بذاره به 10 ثانیه آخر، به 20 ثانیه آخر. 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داره. با زیرگیری ناب خودش رو به اجرا بذاره. حریف خوب تکون بده تا اینکه بتونه زیرگیراشو به اجرا بذاره. یک بار دیگه کامران قاسمپور. همه ایران نگاهشون به این کشتیه. نگاهشون به پیروزی کامران قاسمپور دلاور جویباریمون هست. یه لحظه جدا میشه. مچ دستو گرو گرفته. حرکاتش حساب شده دقیقاً. بعد دیگه اقدام میکنه. برگشت این دیوید تیلوری که سعی میکنه در ضد حمله زیرگیری کنه که بلافاصله پاش عقب پرتاب میکنه. میره برای خم چپ دیوید تیلور. یکی 2 بار خم چپ او رو سعی داشته مال خود کنه. یکی 2 بار برای خم چپش حالا امیدوارم که بره سراغ پای راستش. مرتب رو خم عقبش کار کرده و باز هم در تلاش است خم مخالف تا اینکه به پا وقتی برسه راحت‌تر خاک کنه. حالا کمتر از 1 دقیقه 37 ثانیه باقی مونده. باید کارش شروع کنه. باید بدونه که ثانیه پایانی هست. حالا 30 ثانیه وقت باقی مونده. یک بار دیگه زیرگیری از کامران. این بار هم به پا نمیرسه. دستانو عبور نتونست بکنه. حالا 23 ثانیه. یک بار دیگه در تلاش هست که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. برای دیگه اقدام میکنه. هر باری برای زیرش اقدام کرده با دستان حریف عبور کرده، باز هم برخورد کرده، باز هم داد میکنه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. کامران برای زیرگیری اقدام میکنه. یک بار دیگه تادرش به هم میخوره. او هم خاک میشه. والا شادمانی میکنه. میدونه که با کشتیگیری که دیشب نزدیک بود عبدالرشید سعداللهو ببره کشتی گرفته. میدونه با قهرمان جان برنده 2 بار کاکس رو پیروز شده و در حال موفق میشه در حالی که 2 ثانیه از وقت باقی مونده. 6 بر 2 موفق میشه حریف خودش رو کامران ما رو شکست بده. کامران در این مبارزه تلاش خودش رو کرد اما حریف با برنامه اومد و نشون داد که دیوید تیلور بی جهت نبوده که 4 تا طلای جهان و المپیک رو گرفته، نقره جهان گرفته و شادمان هست. مثل مدال طلا شادمانی میکنه. بیشک اگر ما همین کشتی رو برده بودیم به همیشه شاد بودیم. اما کشتی هست احترام میذاره به تماشاگران. وقتی باخت نابید نشد و رفت و این کشتی هم یک کشتی سخت و دشوار بود. اینجا موفق میشه دیوید تیلور کامران قاسمپور رو شکست بده و کامران ما به مقام 5م قناعت میکنه.